سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امروز یاد یه داستانی در رابطه با ازدواج یکی از آشناهای خیلی دورمون افتادم که جالب بود، گفتم برای شما هم تعریف کنم. یکی از آشناهای خیلی دورمون در زمانهای خیلی قدیم و گذشته عاشق یه دختر خانمی میشه که این دختر خانم یه خواهر بزرگترم داشته که ازدواج نکرده بوده. میرن خواستگاری و بله رو میگیرن و بعدش که روز عقدشون، اون زمان اینجوری بوده که خب چادر رو مینداختن رو صورت عروس تا لحظه عقد و اینا صورت عروس خانم معلوم نبوده. عقدو که میخونن، داماد که چادر عروس از صورتش برمیداره میبینه که خواهر بزرگتر رو به جای خواهر کوچکتر عقدشون کرده. حالا من نمیدونم اون زمان شرایط جوری بوده که ایشون دیگه اعتراض نمیکنن و زندگی میکنن و 20 سال با هم زندگی میکنن و خواهر کوچکترشون هم ازدواج میکنه، یعنی خواهر کوچکتری که ایشون عاشقش بوده ازدواج کرده بوده. بعد از 20 سال شوهر خواهر کوچکترشون فوت میشن.